با نماد خدای مهربان سلام. امیدوار هستم خوب و صحت و سلامت هستید. من دلیر هستم و صحبت امروز ما غیر عادی خواهد بود، یعنی غیر مقرری است و ما از استودیو بیرون صحبت میکنیم و هم صحبت من هستند ریزو گیویوف، یک جوان خیلی فعال، یک نفر که خیلی تلاش میکنم، خیلی حرکت میکنم و ما تصمیم گرفتیم که بازی یک صحبت آنلاینی داشته باشیم، یک صحبت مسافوی داشته باشیم و اگر کمبودی رفت در این صحبت صورت گرفت، من فکر میکنم که بیننده‌های ما رو میفهمند، چون تجربه نخستین است در برنامه کتابخوان. رضا سلام، به برنامه خوش آمدید. چه حال دارید و ساعت در شما چند است؟ الان در دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان ساعت 11 است. هوا هم آفتابی است، هوای خوب است و در شما چطور است؟ خب اولا اینکه سپاس اکای دلیر برای دعوت به برنامه و این براستی آرزوی من بود تو که در این برنامه باشم و این زمان بله در لهستان ساعت الکی 7 صبح است و این هم برای من غیر عادی است چون که بله نو از خواب خستیم و قهوه آماده کردیم تا که آماده باشیم به این نوش جان. بله با این برنامه و بله ساعت 7 صبح سپاس به پایین بوده برای دعوت. رضا، اولا میگوید که چرا اینقدر انرژی دارید، خوشحال هستید و در غریبی معمولا بسیارها مثل که غم دارند، یک مایوس هستند یا مشکل دارند یا کار شما فرق میکند. از کارتون بگید چه حال و احوال دارید و چگونه پس سر میشود در غریبی ها کار و زندگی. بله سبب که من یک عمر همین گونه پر انرژی میتوام در نزد مردم اون است که یعنی من این چیز رو خودم میخوام نشون دهم چون که آدم باید همه پر انرژی باشد نابسته از وضعیت زندگی و این بله یک عمر یاری میده در هر یک قدمی که در زندگی است و فرقت من شاید نسبت به دیگران اون باشد که من که از خانه فاصلوی کار میکنم و تحصیلم حتی به دانشگاه هم نمیرفتم بعد کووید 19 همین بود که بله یعنی همین مکانی من خانه من این جای شد که دیگر من در همین جا کار میکنم و در همین جا تحصیل میکنم و یعنی اون من یعنی زندگی این من در خانه است. زندگی بچه‌هایی که مثلا در غریبی هستند، در مهاجرت وابسته به کار شده شاید فرق کند. شما که بله. مثلا صاحب جای کار خوب هستید و در شرایط خوب قرار دارید، شاید این دوری از وطن یا یکی غریبی رو کمتر میکند. رضا، شما در بخش کار میکنید که بخش آیتی است، یعنی تکنولوژی موثر و بگیم تکنولوژی موثر، یعنی فاصله کار میکنید. اولا بگید که چرا به این سمت رفتید، از کجا نیرو گرفتید و یک بچه دهاتی چخیل در ذهنتون آمد که شما باید به این سمت برید و موفق شوید در یکی از کشورهای اروپایی؟ بله اولا من برای سپاس میگویم با برادرم با برادر بزرگیم که با من فراهم آورده رایانه یا اینکه لپتاپ در همان وقت و زمان که این با من الکی دسترسی پیدا کرد یعنی اجازه داد تا که من دسترسی پیدا کنم با یوتیوب و یوتیوب این بزرگترین پلتفرم ویدیوی سیاره است و در آنجا میتونی همه چیز رو نو بسته برای مثل آغاز کرده از زبان آموزی تا برنامه سازی و تهیه‌گری و عموما به همین مهارت های رقمی و بله در آن وقتی که من اینترنت داشتم و لپتاپ داشتم و کسی پاس به بله والدین این به من امکانیت داد تا که مهر و محبت زیاد پیدا کنم با فناوری اطلاعاتی و خب چرا بله من برادرتون رو نمیگیرید؟ ما تو با برادر شما یک درود بفرستیم، چون اون بله سبب اساسی اون کاست هستن، یعنی انگیزه واسه شما. در صحبت قبلیتون هم از برادرتون تشکر میگم، هیچ اسم از اون نمیگیرید. بله او چیکار هستن و الان کجا هستن؟ یک درود بفرستیم به برادر شما تا برای شما امکانیت آورد و بگذار همه برادران بزرگتر با برادران کوچک خود شرایط فراهم بیارن تا به سمت علم دانش بروند و موفق شوند. مثل برادران دیگر شما رو به مهاجرت نبرد تو در اونجا زیر کارهای وزمین یعنی کار کنید، ولی برای شما راه شد امکانات فراهم آورد که یک کار خوبتر و بهتر و سرآمدتر بپیوندید و زندگیتون رو تغییر بدید. اسم برادرتون چی است و الان کجا هستن، چیکار میکنن؟ خب برادر من برادر کلانیم که نام دارد سینا گیوه و او دکتر است در دوشنبه زندگی میکند و براستی هر یک چیزی که دارم این زمان من سپاس از اوست یعنی وقتی که حتی سفارت رفتیم با ازبکستان که ما سفارت لهستان را دوشنبه نداریم او بود دست من رو گرفته تا با تاشکند رفتیم و در آنجا ایستادیم و با برگشتیم همون یک دو روزه که بود بله یعنی چی کاری که از دستش اومد برای من کردن و برای من خوشبختم که این گونه برادر دارم.
من به سینا برادر شما از برنامه کتابخوان درود میفرستم و تشکر میگویم که آنها به قدر علم دانش رسیدند و برای شما کمک کردند، شرایط فراهم آوردند که تا شما بخوانید و به این سطح برسید. راه رسیدن به این موفقیت ها چی بود و چه زحمت‌هایی کشیدید؟ معمولا در ما میگفتند خواندگی ها چی شدند و تو چرا میخوانی و چرا اینقدر تلاش میکنی بگذار به مهاجرت رو و دیگر ما مثلا به جای نمیرسیم. شاید شما در دهات این سخن‌ها رو بیشتر میشنیدید یا همسالاتون رو بیشتر به مهاجرت میرفتن، ولی بودن نفرانی که شما رو به این سمت ترغیب و تشویق میکردن تا به سمت علم بروید و شما چگونه از بین این غول‌ها، این اژدهای فکری برآمدید و به این سمت رفتید؟ خب ما باور دارم که همه چی از اویله آغاز می شود و اون در اویله ما که خصوصا پدرم همون کتابخانه بزرگی رو داشت در همون دهه‌ای که ما زندگی میکردیم در سالهای 2000 تا 2005 و افسوس که ما رو از دست دادیم در سال چرا 2005. بله. چرا داشتید و کتابخانه رو از دست دادید؟ نه چرا نه چه نه سبب شد؟ یعنی کتابخانه رو نه، پدرم رو از دست دادیم 2005. خدا پدرتون بله. رحمت کند و این بله. کتاب ها الان سر کتابخانه بزرگ. بله یعنی وقتی که همون پدر که کتاب داشت و خودش هم یک دیرکتری همون مکتبی دهه بودن در همون سالها و دیگر فرزندان است که ما یک تقریبا یک 4 بچه هستیم، ما نیز از دنبال علم بودیم و وقتی که در این گونه اویله ها کلان میشوی که وابسته به کتاب است و باز مثال برادر کلانی هم که با دانشگاه های برای مثال ابوعلی ابن سینا که داخل شده بودند و تحصیل کردند و عموما وابسته به کتاب بود و علم بود و من هم براستی از دنبال آنها میخواستم بودم. هرگز من در یعنی شما فکر می‌کنید که تاثیر اویله خیلی مهم است در بخش کتاب و مطالعه و خواندن؟ یعنی شما میگید سرچشمه اصلی پدرتان بودن، خانواده بودن. این کتابخانه بله. هنوز وجود دارد در خانه پدریتون؟ کتاب ها بله، وقتی که ما از ناحیه درواز انیخترش از صغیر دشت کلمبای بالا نمیداره یک دهه با ناحیه رودکی کوچیدیم در سال 2010 الکی اون کتاب رو با خود آوردیم، نصف دیگرش رو در همون مکتبی همون جا بودگی گذاشتیم و بله باز در خانه که از داریم در رودکی در اونجا هم هست قسمی از این کتاب ها گیریم. اما با من که تکنولوژیا بسیارتر پیشم بود و در وقتی که من میخواستم که با تکنولوژیا روم برای مثال ویدیو ایجادکار باشم دیگر همین ساحه نو عموما با خانه ما باوری نبود، یعنی آنها باور نداشتن که ما میتوانیم که فاصلوی کار کنیم، ما میتوانیم که شرکت های بزرگ در جای کار گیریم و حتی خانه خود رو ترک نکرده نان یابیم. اما این اکنون کاری من بود که با آنها اثبات کنم که بله این هست و باید که این رو تحصیل کرد. یعنی افسانه نیست، یعنی این بله این اوضاع عملی افسانه شد. نیست. بله. رضا بود از همون کتابخانه پدرتون بگم یادتون است که اول چی کتاب‌هایی را خواندید و مجبور میکردن پدرتون یا شما میدیدید و میگذاشتید اهمیت نمیدادید یا خاطرتون است که چیز در خاطرتون از اون کتابخانه بزرگ پدرتون مونده است؟ خب بله بجز اون که برای مثال پدرم کتاب ها رو جمع آوری میکردن در همون وقت که از سابق یادش روی و در مکتب هم دیرکتر بودن و باز مادرم نیست با همین کتاب ها سر و کار داشتن، یک کتابخانه خود هم بود در یعنی ده که مادرتون با این کتاب بله بودن؟ بله یعنی مادرم همون کتاب ها رو نگاه میکردن توضیح میکردن در همون گیریم کتابخانه تا که برای مثال آبشون از بالا نچکد یا اینکه عموما تازه و آزاده باشن همون کتابایی که در آنجا بود و کسی که میگیرید نامنویس میکردن که کتاب رو گیری و که بو بر میگردن، یعنی این حکایت خود این بود. از خونه شما کتاب میبردن و نه کتاب نه از هم از خانه ما برمیگردن؟ میبردن و بعد در همون ده هم یک کتابخانه بود است در همون سالها که مادرم در بهترین. آنجا بله کار میکردن در همون سالهای پیش. و اگر که برگردیم با کتاب عموما من همین کتاب های تاجیکی یا اینکه کتاب های فارسی قدیمی خودمان رو متاسفانه من مطالعه نکردم و بله چرا؟ در حالی که ما کتاب داشتیم هست کتاب و من کو بررسی بسیاری بعد همین کتاب ها رو مطالعه کردم. این از سال 2020 اینجانی باست سپاس با کووید 19 که اومد و همه رو در خانه شنوند. این یک از سپاس بله با کووید بله سپاس که سپاس اومد. برای من این سپاس هست. بسیاری هم یعنی فرصت بود برای شما، تغییرات بود، پیشرفت بود. بله یعنی یگانه جایی که بود در خانه بودی، یعنی دیگر چیکار میکردی با شبکه‌های اجتماعی بود دیگر. اما من بسیارتر کتاب های انگلیس ها رو میخونم و که یک از آنها که این آخرانش خونده ایستادم از درک سیویر است که هل یه اور نو و این کتاب ها یعنی کتاب هایی که چگونه وقتم رو اداره کنم و چگونه همین مقاومت رو بر مقابلش رقابت کنم و یعنی عموما با کارهای بخواستم یک بار خودم. کتاب رو معرفی کنم اونهایی که یک کتاب زبان انگلیسی است. بله بله hell yeah or no بله یعنی در اینجا همین درک سیورس بسیارتر گم میزند درباره ای که نه هر یک کار ارزنده
کردن است یا انجام دادن است. آها. شما بله شما باید در کارهای جوابی هر را گوید که در حقیقت که در هیجان هستید. برای مثال همین برنامه کتابخوان ما رو دعوت کرد، من به یگان فکر گفتم که البته که میرم به این برنامه، اما اگر که یگان برای من یگان گوش چپر آنلاینی میگفت که بیا اکریزا صحبت کنیم و او زبان تاجیکی رو احترام نمیکند و یعنی او عموما یک استاندارد نیست، یک درجه نیست. من میدونستم که اگر که وقتم رو بهودا مصرف میکنم با این آدمان رضا شما در جوابی یک نمیگفتم. صحبتتون رضا شما در یک صحبتتون از دعوت کردید که ما زبان تاجیکی رو یاد بگیریم. شما در اروپا هستید و چند زبان بله. خارجی رو هم میدونید. چرا به این خلاصه اومدید که ما باید زبان تاجیکی خود رو اول بهتر بدونیم؟ از کجا این فکر در سرتون پیدا شد و چه اهمیتی دارد؟ شما کارتون به انگلیسی است، زندگیتون واسه از پشت زبان انگلیسی و اسپانیایی که شما یاد گرفتید. اسپانی به فکرم میدونید اسپانی، و زبان لهستانی، خارجی که روسی هم بلد بله هستم. میدونید شما از پشت اون زبان ها نان میخورید و پیشرفت دارید. ولی چرا تاکیدا در این نوار تا شما تاکید کردید که ما باید زبان تاجیکی رو یاد بگیریم و حتما بدونیم؟ چرا خب گفتید با زبان تعریف باید بیشتر اهمیت بدیم؟ چی را اهمیت دارد مثلا برای کار شما، برای پیشرفت شما؟ 100%. خب اول اینکه در سال 2018 19 این بحثی اولین بود که من با معلمه زبان تاجیکی میکردم. من گفتم که همین ادبیات تاجیکانه ما عموما همین کار بوده که ما داریم ما رو به کجای نمیبرد. ما باید انگلیسی آموزیم، ما باید زبان برنامه‌سازی آموزیم، ما باید تکنولوژی را گیریم دیگر چون که این است جای اول، درجه اول من فکر میکردم. اما معلمم میگفت که نه، هر یک چیز از زبان خود آغاز میشود. تو باید اول زبان رو دونی دیگر رو. البته که من زبان تاجیکی رو میدونستم و انشای زیبا هم نوشتم میتونستم در اون وقت، اما چگونه که این زبان صحبت میکنم ادبی احترام، مهر و محبت زیاد، عشق زیاد به این زبان نداشتم. وقتی که سال 2019 کشور وطن مادر رو ترک کردم و از دنبال تحصیل آمدم به لهستان، دیدم که در این کشور آنها در حالی که زبان لهستانی اونقدر مشهور نیست، تنها در داخل لهستان صحبت میکنن و زبان انگلیسی قریب همه در کوچه میدونند. همین خانمانی که در کوچه سودا میکنن در یگان مغازه یا اینکه هم صنفان هم کورسان هم میدونن این زبان انگلیسی را، اما نمیخوان که با این زبان صحبت کنند. چرا؟ چون که آنها احترام دارن اول به زبان خود. آنها میگویند که در لهستان هستی با زبان لهستانی صحبت کن. اما وقتی که در دوشنبه یک خارجی با زبان روسی صحبت میکند ما شادیم، خوش آمدید. ما حتی وی رو مجبور نمیکنیم که بارم سخن نمیگوییم که با زبان تاجیکی صحبت کن. کسی که در تاجیکستان از خارجی آمدن برای مثال از 6 ماه زیاد زندگی کردن، اگر وای باید استاندارد باشد که زبانت آموزن. اگر زبان تاجیکی رو نمیموزی، در معیار صنعت یاد باشه. نمیگیری، بله صنعت رو یاد نمیگیری، با ما صحبت نمیکنی، این جای تو نیست. ترک کن وطنه. یعنی البته این با مقصدی بد نیست، این نه که من بد نبینم خارجیان رو، بلکه این مقدسات اساسی ماست و در کنستیتوسیون ما نوشته شده است که زبان دولتی و رسمی است، نه اینکه زبان روسی. همه حوزه در دوشنبه با زبان روسی صحبت میکنن در حالی که زبان دولتی تاجیکی است، حتی خواهشش آموختن ندارم و این بود یعنی مشکل. این هویت است، این تاریخ است، این فرهنگ است. همون گونه که شاید میگوید هر کس که با زبان خود سخندان گردد دانستن 100 زبان آسان گردد. من فکر میکنم بچه‌ها که بیشتر موفقن با اونا صحبت میکنیم بیشتر و خوبتر میدونن زبان رو، نه زبان مادری خود رو. رضا جان از کار شما بگیم و این بخش امروز در کشور ما و کشور آسیایی خیلی رشد میکند، بخش آیتی. یکی از این بخش بگید که کیها میتوانند در اینجا مثلا فعالیت کنند، این چی گونه درآمد دارد؟ مردم از درآمد این میپرسد و برای که به همین سمت رسیدن و در شرکت‌های بزرگ جهانی کار کردن چی کارها را بکنیم و بعدا بگید که کتابخوانی در همین بخش اهمیت دارد یا ندارد؟ اوکی، فهمم. خب اول اینکه اکی دلیر فناوری و اطلاعاتی این عین زمان امروز است و فرداست. همین ساحه زندگی کاری رو کاملا عوض میکنه. برای مثال عین زمان من یکی از کتاب‌ها رو میخونم که نام دارد The 4-Hour Work Week، یعنی 4 ساعته، یعنی هفته 4 ساعته کاری. خب که در این کتاب همین مؤلفان سال 2009 نوشته است این کتاب رو، که در آن وقت همین علاقه امریکایی‌ها همین کارهای غایبانه میکردن. برای مثال در یک از شرکت‌های بزرگ کار میکند، یک از بیاگیریم همون قهرمانان یک از همین برنامه کتاب، و او با از اداره خود میگوید که با من 1 هفته اجازه دید تا که من سفر کنم با اندونزیا برای 2 هفته، از آنجا کار کنم فاصله. در حالی که کامپیوتر رایانه با اینترنت پیوست هست، علاقه منطقه زندگی مهم نیست. من میتونم که همین کارو از دوشنبه کار کنم، من میتونم که پرواز کنم با اندونزیا بالی برای 2 هفته، از آنجا این کار انجام دهم. من میتونم که با امریکای لاتینی ارژانتین رفته در بیونس آیرس
یک ماه زندگی کنم و همون برنامه یا که همون محصولات یا که همون چیزهای رقمی رو سازم و آماده کنم با مشتریان خود از بریتانیا، از دوشنبه، از کانادا، یعنی رفت و آمد کنم. این زندگی کاری رو کاملا عوض میکند. اما برای مثال دکتر باشی، معلم باشی، بله معلمان نظام میتونن آنلاینی درس گوین، اما دکتر و بسیاری از مثال سیاستمداران و مردی ساختمانچیان و دیگرها، آنها باید که در همون منطقه معین شده باشند. یعنی آنها نمیتونن کار خود رو فاصلوی از دیگر منطقه سیاره انجام دهند. برای مثال من طولی علاقه این سیوم سال می شود که من عموما از خانه تجربه آموزی و فاصلوی و تحصیل میکنم که این کاملا بازی رو عوض کرده است. یعنی من هر سحر از خواب خسته، برای مثال لباس پوشیده، راهکیرا کرده، افتابوسو در خنوکی از زمستان از کسل میشوی، شاید که ماشین رو زنند اگر بیرون روید. یعنی همین مشکلی که هست که با دیگر جو سفر کردن اداره ببینید رفتن رو از بین ببینید میبرد. ریزا، من بچه مثل شما چند نفر رو دیدم و خیلی موفق هم بودم، ولی رفتن بسیار به انگلستان، رفتن بسیار به آمریکا، رفتن خیلی رفتن و نمیخوان که بشینن در دوشنبه کار کنن. چرا فکر میکنید که چی عملت این سوال در ذهن ما پیدا میشه که اگر شما میگید کار فاصلوی است، چون بله. اینجا باشید معاش اینجا میگیرید، درآمد اینجا میشود، اینجا انداز میسپارید و خیلی کار دیگه شاید شاگردان زیاد هم تربیت میکنید، ولی چرا همه شما ترک میکنید و میروید در کشورهای دیگر کار میکنید؟ سببش چی است؟ خب انا سبب همین است که با ما نیاز نیست در همون در دوشنبه بودن، یعنی فیزیکی شما در نیاز آنجا. ندارن اینجا. برای مثال چرا با ما نیاز نیست؟ چون که ما علاقه میتونیم همون کار رو از همه سویر از میکنیم. این زمان من لایحه بزرگترین دارم که این اگر موفق شود همین وابسته به دانشگاه که معلومات های وابسته به فناوری اطلاعاتی رو از همین دانشگاه توپ کشور باید از بین برد. یعنی معلمان میتونن که در ایتی آموز که از ما ساخته ایستادیم درس گویند و از خانه خود نبرویند، دانشگاه نروند، همون قانون ها و ام بی و که در داخل دانشگاه کشور است از بین رود، خصوصا درس های آیتی و همین. شما باز هم همتون به یک سال درستر جواب باز نمیدید و نمیدونم جا میدم مشکل رو اکیدوی. نمیگید. شما مشکلی رو نمیگید. ببینید شما میگید که اونجا با ما نیاز ندارن. خب فرض کنید کارخانه های اینجا چون اون کارخانه نیست که به شما نیاز داشته باشن، ولی چون مثلا از این جشته شما با همین شرکتی که قرارداد داره، چرا مثلا در لهستان میشینید با یک شرکت آمریکایی کار میکنید، ولی بله در دوشنبه با همون شرکتی با شما کار نمیکنید یا کار میکند. نمیکنید؟ مشکلی چی است؟ برای مثال من همین سال 2022 دوشنبه رفتم و از دوشنبه من کار کردم برای 14 روز، دو هفته دیگه رخصتی داشتم. یگان مشکلی نیست کار کردن در دوشنبه. مقصد من آن بود که ما میتوانیم اگر که یگان چیز برای مثال خواهیم برای وطن یگان کارو کردن، برای عموما نسل نو، ما میتوانیم همون کارو نو بس از منطقه انجام دهیم. تاجیکان سیاره بسیارن، واژجو را بینید چه خیلی زیباترین برنامه است. برای مثال این زمان نوارهایی که ایجاد کرده می شود و معلومات ها داده می شوند از برنامه سازان همش از خارج است، از خارج تیار میکنن با نسل جوان با زبان تاجیکی میگویند و من هم این زمان میخواهم که همین لایحه‌ای که داریم ساخته شود. در اینجا اگر سازم من میتوانم پرواز کنم با دوشنبه 6 ماه در آنجا، بعد با میروم با بلایستان یا که با اندونزی از یعنی کجا رضا، از میتونم نگاه ایجاد کردم. شما امکانات دارد که ما در همین فضای مجازی یک فضای بزرگی فرهنگی و علمی و اطلاعاتی تاجیک را با وجود بیاریم، نه بس از آن یک حدود تاجیکستان مثلا در همین سیاره ما میلیون ها تاجیک را به هم بله بیاریم، بله. امکان دارد این خیلی به فکر شما؟ 100% انا این رو یگانه چیزی که امکان میورد همین تکنولوژی اطلاعاتی است و یک ماست. برای همین من نوشتم که بیاید بزرگترین جامعه آیتی برای تاجیک زبانان سیاره شویم و بسیاری از مردم میگن که تاجیکان تنها در تاجیکستان هستند، اما تاجیکان ازبکستان و تاجیکان افغانستان و تاجیکان پاکستان و بله، کانادا و تاجیکان امریکا پاکستان عموما. و بله هندوستان و بله ما در یعنی تمام دنیا قریب هستند تاجیکو. بله. بله 100% و یعنی من طریق بزرگم. بتونیم یک فضای بزرگی فرهنگی را وابسته به تکنولوژی موثر برای امکانات میتونه که به وجود بیاریم. ریزو، نقشه‌هایتون در آینده چی است و چی کار کردنی هستید؟ ما می‌بینیم یک بخش دیگر هم، یک بلوگ دیگر هم پیش میبرید، خیلی پر انرژی هستید، خیلی فعال است. البته ما تلاش میکنیم که این بلوگ شما رو بیشتر در شبکه‌ها تبلیغ کنیم. چی نقشه و چی نیت‌ها دارید؟ بله اولا سپاس که تا امروز بله تبلیغ کردید و دستگیری کردید اکی دلیر و عموما همین جامعه کتابخوان این زیباترین افسانه‌ای ترین جامعه است و سپاس برای شما. دیگر اینکه با سپاس که ان همین گونه برنامه زوم ده هستیم و صحبت میکنیم، چون که با من لازم نبود تا با دوشنبه پرواز کنم و با استودیو شما روم و دیگر و اگر که این شود تاجیکان زیاد از سیاره که میخوان در برنامه شما اشتراک کنن و این در حقیقت که زیباست.
خب برگردیم با نقشه های من نقشه دارم که من کودکی که نو دانشگاه رو تمام کردم، ولی همین 6 ماه پیش از دانشگاه بار اومدم و من هرگز یگان شرکتی نساختم در گذشته، هرگز با آدمان کار نکردم، یگان دسته ای رو اداره نکرده بودم و مثل عبدالله قربانوف که اینها آدمانی هستند که برای من ایدئال هستند در کشور، چون که اونها یک انقلابی نو آوردن و من احترام بزرگ دارم با اونها و من مست برای همین کتابایی که این زمان دارم در دستمو میخونم که این بسیارتر با همین کار با آدمان است، ساختن شرکت هاست. کتاب رو برای چی میخونیم؟ برای ایده گرفتن و همین زیاده از 85% میلیاردرهای که تا حاضی هستن همه در هر سال زیاده از صدها کتاب میخونن. 85% اکنون این 15% که نو است و یا نه آنقدر شوق روابط به کتاب خوانی دارم و من 100% باور دارم که باید تجارت ها نیز موفق نمیشه، چون که آدم باید هر روز از دنبال آموختن یا گرفتن ایده نو باشد و این همین کتاب ها با تو یاری میرسوند. و بله من نقشه دارم که آیتی آموز این یک لایحه نوی است که ما میخواهیم که یودمی توجیکی رو سازیم. عموما البته از من نمیگم که اون چیز نوآوری آورده است، من تنها میگم که بزرگترین پلتفرم آموزشی سیاره که نام دارد یودمی، من اون رو خواستم که با زبان توجیکی سازم و برای آن مبلغ انرژی آدمان معین رو جمع کردم و الکی این تجارت رسمی است در لهستان، با قید شده است و تنها در بالای اون کار کردن در کار با زبان توجیکانه. بله اینجا در آن جامعه که شما زندگی میکنید نقش کتاب چی است و شما مثلا چه توقعی دارید از برنامه کتابخوان؟ شما چون اندیشه های پیشرفت هستید، با شرکت های پیشرفته کار میکنید، کتاب هایی که زود نشر میشن در این بخش رو میبینید، فکر میکنیم اون کارمون رو بیشتر در کدام سمت تبلیغ کنیم تا بتوانیم زود یک جامعه به پیشرفت برسیم؟ یعنی راههای وجود دارد که ما ذهن جوانان خود جامعه خود رو به سمت تغییرات ها و پیشرفت ها تبلیغ کنیم. این سوال و سوال دیگر این است که فکر میکنه در کدام بخش بیشتر همین رسانه ها و بلاگ ها تبلیغات بیشتر کنند تا مردم بیشتر به سمت کتاب بیان؟ در اینجا یک نظر دیگه هم وجود دارد که بسیاری میگن دیگر زمان کتاب نیست، زمان تکنولوژی است، بین مردم اینجا گپ زیاد هستند. ولی میبینیم در جامعه که شما زندگی میکنید برعکس، نشر کتاب و پهن کتاب و تبلیغ کتاب هم ریتینگ و درجه بندی کتاب های سال و سمان ها خیلی زیاد هستند. من که اونجا نبودم میخواستم از شما بپرسم که واقعیت چطور است؟ آیا این که ما میگیم درست است، اون که اونجا است درست است؟ بله نو باسه که این تکنولوژی به درجه کیهانی پیش رفته است و ما همه این معلومات رو داریم. من تنها توصیه میدم کتاب رو برای گرفتن ایده. برای مثال البته وزیر من اگر خواهم که آیتی یگان زبان برنامه‌سازی رو آموزم یا که درباره کیبرامنیت آموزم، هرگز با خواندن کتاب ها من نمیتونم آموزم اون رو، چون که کتاب با مثل سنگ پوشت است، سالهای سال میگذره تا که معلومات رو گیری، در حالی که کورس در همین 12 دقیقه با تو یه معلومات زیادی رو میدهد و حتی تو میتونی دوره کردن که سرعتی همون نوار رو تیز باشد، زود باشد، آهسته باشد، اما کتاب رو نه. اما سببی که من میخوام که کتاب بسیارتر مردم خوانن برای همین خودسازی خود، نه برای ساختن خود، ساختن فکرانی. وقتی که مردم کتاب میخونن در این کشور، این برای یک استراحتی داخلی مغزی سر است و برای مثال اگر که من کتاب خونم از یعنی این ایدئولوژی نیست، یعنی مردم عادت کردن به کتاب و بله کسی اونها رو مجبور نمیکنه به سمت بله برای مثال همین در لهستان من در یک از شهرهای خرد زندگی دارم که نام دارد بیدگوش، در همین اتوبوس ها میروی خانمانی قدیمه سالهای پیش، آنها همه کتاب در دست. نسل نو همه نو برای مثال نسل نو در جا همه وابسته‌اند به شبکه‌های اجتماعی و تلفن موبیلی، اما آدمانی هستند که کتاب دارن و کتاب میخونن، چون که باز میگم که یعنی همین کتاب ندارد آگاهنامه. نه برای مثال من اگر شویم الکترونی یک کس الکی آگاهنامه در اون میکنه، باز من رو دقت من پریشان میشود. در تلفن در آیپد هم باشد. شما در برابر همیشه تبلیغات تکنولوژی نباشید و همیشه به این سمت به تفکر تکنولوژی دعوت میکنید، همزمان از شبکه‌های اجتماعی هم انتقاد میکنید. اینا بله مگر بله دستاورد انسانیت نیست؟ میگید که تخریب کننده هستن، افکار ما رو تخریب میکنن، فکر ما رو خراب میکنن، ما رو از رشد با سرعت پیش میبرند و شما از تیک تاک، اینستاگرام و فیسبوک شدیدا انتقاد میکنید در بله نوارتون. اینها مگر فناوری های عصری امروز نیستند؟ و شما که یک جوان به قول مدرن هستید چرا از اینها انتقاد میکنید؟ نمیشه که از اینا به نوع احسن استفاده کرد؟ خب چرا میشود. شما این قدر فاجعه میدونید اینها رو؟ بله من فکر میکنم که از یک رو اینو برکت هستن، از یک رو لعنت. چرا؟ چون که اگر که تو توانی اونها رو با مقصد نیک استفاده بری، برای مثال ایجادکار باشه، اگر یک بهترین محصولات رقمی رسوسی این کاروان امروزه است. تیک تاک، فیسبوک، اینستاگرام کاروانی که در دوشنبه است در جهان آنلاین است. تو میتونی همه چیز رو کارمون در بله داخل شبکه بله ها. بله یعنی مکانی که تو همه کارو کرده میتونی.
از کلوش آغاز کرده تا با کامپیوتر و با کتاب ها و با همه چی میتونید سودا کنید با ماشین ها. اما مشکلی در آن است که همین برنامه سازان ما بر این برنامه سازان چون ما حرکت میکنیم الگوریتم میسازیم که با حد امکان همین استفاده برنده رو در داخل پلتفرم باز دارد. وقتی که این الگوریتم استفاده برنده رو باز می‌دارد در داخل پلتفرم، این معنی اون رو دارد که وقتی همین استفاده برنده ها مبلغ هستین، عموما دقت وقت این مبلغ میستد. شرکت های بزرگ فیسبوک، متا، اینها همون تبلیغات های شرکت های توپ برند ها را یعنی با هدف نیهایشون کار کردن مبلغ است، نه بله اینکه با بله انسان‌ها تاثیر رسانند، تاثیر مثبت منفی کاری ندارند. لذا در پیش از آن که به خلاصه صحبت برسیم، من این سوال در غیری و بسیارا میپرسم، از بسیار آدم میپرسم. ما بیشتر از تاجیکستان در بلاگرهای همین بد اخلاقی اینا صحبت میکنیم که خیلی زیاد شدن، فضا را گرفتن. همین شما برنامه‌ساز امکان ندارد که الگوریتم‌های بسازید، نمیدونم ویروس‌های بسازید که همین گونه برنامه رو محو کنند. من اینا رو البته در برنامه از اینو سوال نکردم، در خفانه در پوش میپرسیدم، چون پنهان میپرسیدم، ولی از شما آشکارا میخوام بپرسم که امکان ندارد که چنین برنامه آماده اگر که این گونه برنامه رو ندیان زبانهای بعد رو هست که بعضی کشورها مثلا تحریر میکنن، شما اگر خطا مینویسید یا اگر کلمه درست میگید همین رو محو کنن. امکان نداره در آینده چنین برنامه‌ای بسازید که یعنی نیست کنند همین گونه چیزای بد اخلاقی و پس که این امکان نداره. خب یعنی اگر شما در برای الگوریتم گپ زنید، این رو بله، در الگوریتم بله نداره. بله امریکا و چین دو تا ابرقدرت این زمان نسل نوی امریکا این نسل پیشرفته نیست. این نسل اگر کمی ادامه رود در زمین میزند. اما چین این نسل کاملا دیگر است، چون که چین رو دولت اداره میکند. الگوریتم در تیک تاک چینی وقتی که تو میکشویی تو همه معلومات های علمی رو میگیری. در تیک تاک امریکایی وقتی تو میکشویی همه معلومات های فحش رو میبینی. چونکی همین وقتی که تو توانستی با طریق همین برنامه ها آدم رو معنی سری اونها رو شویی و ایدئولوژی اونها رو عوض کنی و وابسته کنی اونها رو به این گونه نوارها، الکی و نه از دنبال علم شوند، نه از دنبال آموزش و یا الکی ترک میکنن. سبب اینکه همین توپ سی او مدیرو برنامه‌سازان بقوه در امریکا، اینها امریکایی خود نیستند، اینها آدمان خارجند. هندوستانی ها هست این زمان که از هندوستان پرواز کردن با ارزوی بلند، این کشور امکانات هاست، امکانات گرفتن یا که از چین یا که از ژاپن. چون که در همون این کار رو همین الگوریتم رو عموما باید که دولت اداره کند، باید که همون آنها باید دانند که کدام معلومات رو با جامعه دهند کدام رو نه. یعنی این در دست آنهاست، قانون ها باید یعنی ساخته در شود. تلویزیون در آینده امکانات داره که این چیز به وجود بیاد و بسیار شاید قبول نکنم، یعنی که عامل‌های ایدئولوژی و سیاسی و محدود کردن بعد آزادی‌های شهروندان چی میشه؟ یعنی شما میگید که آزادی هم باید چارچوب داشته باشه. بله بله، این هم باز یک دو دیگر مشکل است که چون که هر آدم حقوق دارد که یعنی این آزادی بیان است و انتخاب است که کدام نمودی مندرجه رو تماشا کند و بیند. اما اگر که ما در حقیقت خواهیم که نسل آینده این از همین تا 18 ساله عقلان شود یا که تو یک سن سال معین شما میگید که همین بله اداره بله شد. بله سن سال معین، چون که همین نسل نه حاضر همه وابسته به تلفن موبیل است. بسیارا میگن که بله تلفن موبیل باید در مکتب استفاده برده شود، اما باید نشود. این کاملا با تو تلفن موبیل لازم نیست. این زمان تو رایانه گیر کامپیوتر خر و را زبانهای برنامه سازی آموز. عموما یک ایجادکار باشه همین تلفن موبیل با تو چی میدید؟ هیچ چیز. 15000 تومان میرون آیفون آخرین مدل میگیرن، بعد میگوین که ما لپتاپ نداریم که نمیدونم برنامه ساز شویم، ایجادکار شویم، در حالی که 15000 تو میتونی یک توپ آنمی لپتاپ. که لازم نیست برای یک انسان داشتن تلفن آیفون 15000 تومان، اگر اون باید یک مسنجر صحبت میکنه، یک صحبت های مثلا خشک و خالی میده، ولی در علم و پیشرفت و زندگیش تاثیر ندارد. رضا شما در برنامه دو کتاب معرفی کردید و اگر که خواهید یگان کتاب دیگر معرفی کنید درباره کتاب که پیامتون با بیننده برنامه کتابخوان با جامعه کتابخوان تاجیکستان باشد، با صحبت را خلاصه کنیم و بعدا در برنامه آینده با شما با صحبت میکنیم سر موضوع مختلف. حتما. خب این یکی از کتاب‌های پسندیده‌ترین من است، Show Your Work by Austin Klein. Show Your Work معنی که کارت را نشان ده و این پسندیده‌ترین کتاب در تاریخ زندگی رضا است. و بله این کتاب میگوید که تو باید کارت را نشان دی به جان من کتاب میکنم در اکران شما نشان دید که مردم ببینن که چه پسندیدترین کتاب شما در تمام زندگی کتاب در تاریخ زندگی من. Show Your Work.
کارت رو نمایش دهیم همین خیلی میشود. بله کارت رو نشان ده یا که کارت رو همرسانی نمو. نمایش ده. بله بله. بله خب اون عموما درباره کتاب بگید رضا. بله حتما خب این کتابی است که برای مثال چگونه که اگر شما حکایت ما رو دیده باشه در یوتیوب برای یوتیوبر بودن، این یک از چیزی که من دوست می‌دارم و کاری من عموما حکایت من است. همین برنامه یوتیوبی درباره من است، عموما درباره زندگی، تحصیل، دانشجویی، یک روز از حیاتی برنامه دیگرها. و وقتی که من دیدم که در مندرجه تاجیکی عموما مردم کاملا خوراخوری خود رو نشون میدن یا که نمیدونم در کدام محفل بودن خود رو نشون میدم، من از دنبال اون شدم که کاری خود رو نشون دیم. برای مثال چگونه من تحصیل میکنم، خب چگونه من وقتم رو اداره میکنم، یک روز از حیاتی من ساعت چند از خواب میخیزم، ساعت چند به خواب میروم و کاری من اون چگونه است، یعنی همچون برنامه اساس کیست، حاضر با چقدر درآمد میاره، حاضر یک نواری که آینده میشه در آینده هم که استراتژی هست که من میخوام اگر که کارم رو نشان دیم به جان آنلاینی، این مردمی که نمیدونن از آیتی و فناوری اطلاعاتی و ایجادکاری برمیگردن. برای مثال سببی که ما نداریم تاپ نمیدونم برنامه ساز و تاپ متخصصین سوای فناوری استارتاپ اطلاعاتی، ها. بله چون که ما نشون نمیدیم کارمون رو، ما میترسیم از گپی چهار تا گوشاپر آنلاینی یا اینکه از گپ چپی همسایه‌ای که تقاعیمون. یعنی گپ در این است که چرا کاری خود رو نشه، یک روز از حیات من همچون دکتر، یک روز از حیات من همچون نمیدونم کارگری الف مابی، اگر که این رو نشان دهیم با جان آنلاینی، همین کودکی که در اینترنت هست میبیند که بله یعنی اگر برنامه ساز باشی ببینید چقدر زندگی خوب است. همه کارا رسانه ها، بزرگترین رسانه های کشور نشون میدن مهاجران مهنتیه که آنها دیامور در درون آب لای هستند. کسی نشان نمیدهد کاری برنامه ساز رو، کاری نویسنده رو، کاری ویدیو ساز رو، کاری ایجادکار رو، کاری روزنامه‌نگار رو، کاری دکتر رو در همین شبکه‌های مجازی. و این است مقصد همین کتاب. نشون میگه تبلیغ دکتر باشد برای کارهای بهتر از اون که ما بله بیشتر سیاهی نشون بدیم، بهتر کارهای پس نشان بدیم، کارهای خوب بگیم تا ذهن مردم به سمت خوبی ها بیشتر برود. 100% و انا مقصد همین کتاب همین است. این تنو میگوید که کار را نشان ده، همگی هزار آدم رو یاب که طلبگاری کاری تو باشد، همون هزار آدم بهتر. الکی بله میتواند که هم زندگی الکی تو نان یابی از کاری خود، تو میتونی ایجاد کار باشی. برای مثال که کار رو نشان دادن این تنها نوار ایجاد کردن نیست، تو میتونی برنامه رو ایجاد کردنش رو نشان دهی، تو میتونی شرکت رو ساختنش رو یعنی نشان دهی با مردم ها. حتی من هر یک کارم رو از سال 2020 این جانب حجت گذاری کرده ایستادم و حکایه های زیبایی میخوام نقل کنم از باره حیات خود، همش از همین کتاب است. تنها کارت رو نشون ده، یگان چی دیگر نه، تنها کارت رو. سلامت باشید. اگر شما با دوشنبه اومدید حتما این کتاب رو برای ما بیارید. حتما این کتاب رو من با شما رضا توفا میکنم، با زبان انگلیسی است اما تمام. ما مطالعه میکنیم از زبان انگلیسی و رضا شما سه کتاب رو در برنامه معرفی کردیم. ما از شما بله خواهش میکنیم شما هر کتاب مدرنی که با دستتون میافتاد یا چیزی از مضمونش مثلا میفهمید و میخونید با شبکه‌های ما بنویسید، ما اونها رو در شبکه‌های کتابخوان نشر میکنیم. و خیلی خیلی تشکر شما وقتی که خیلی وقتی پرقیمت خود رو در اختیار کتابخوان گذاشتید. من میدونم که در اونجا وقت یک چیزی بسیار بنهایت مهم است و ما در برنامه در سری موضوع مختلف با شما صحبت میکنیم، با شما برای کامیابی میخوایم. و میخواستم در آخر یک پیام به بیننده برنامه کتابخوان با نسل امروزه همنسلان خودمون بگید و صحبت رو به انجام برسانیم. خب اولا من سپاس میگم با شما باز برگه برای دعوت کردم و برای صحبتی خیلی هم زیبایی که داشتیم. دیگر اینکه سپاس با همه تماشابینان برنامه بزرگترین افسانه‌ای ترین برنامه یوتیوبی کشور کتابخوان و همین برنامه بود که براستی من همون ایجادکاری و مهر و محبت زیاد به نوار رو از دست ندادم و باز برگشتم. و این دو سوم اینکه پیام من با نسل نو اومن است، من با نسل بزرگ کار ندارم و نسل نو همین است که عموما همه با دیگر با دکتر بودن و با حقوق شناسی که در کلاس چهارم و پنجم است نروند. خوش میکنم که یک بار فناوری اطلاعاتی رو آموزید، این زندگی کاملا عوض میکند. این با شما حتی لازم است هاروارد روید، استنفورد روید، لازم است دوشنبه رو ترک کنید. حتی شما میتونید از خانه نبر آمده اگر که زبان انگلیسی رو آموزی، همان کورس های هاروارد در یوتیوب رایگان هستند، همان کورس یعنی های شما بگید که در دیگر یوتیوب رایگان هستند. افتخار در اکسفورد، گاروارد اینها در گذشته موند خواندن بله است. در گذشتهمون یعنی چه قدر مصرفی که از میکنی و پرواز میکنی و حتی اگر ویزا تیان در سفارت برای ویزا نمیتیم بیشتر وقتا و بله یعنی تو میتونی از خانه‌تان با طریق اینترنت و فناوری اطلاعاتی همه معلوماتی که میخوای آموزی یادگیری و توصیه من به جوانان همین است، آموزن یادگیرن
برای تاجیکستان برای کشور کار کنند و چون که غریبی این کاری خوب نیست با هر یک چیزای افسانه‌ای که دارد بله سیاحت میکنی کلان میشوی اما خونه دیگر است بله وطن دیگر است و کار کردن در کور که در دوشنبه عموما همین آیتی را به درجه کیهانی پیش بریم و مراقبت پذیر بوده توانیم با این گیگانت های اروپایی و آمریکایی تا که دیگر غلام بیان نباشیم در این ساحه. سلامت باشید. وقتی که من با جوانان مثل شما صحبت میکنم امیدم با آینده بیشتر میشم و من امید دارم که جوانانی مثل شما و همنسلان ما به شما کاری کرده باشند برای این کشور، برای این ملت و آینده درخشان این سرزمین. من فکر میکنم تغییرات های بزرگی ما رو در پیش است و هر وقتی که با جوانان مثل شما روبرو میشم و فکر میکنم که ما هنوز هم در این سیاره زمین ملت هستیم که دانشمند داریم و فرهنگ داریم، شخصیت داریم که نو بس از اونه که زندگیشون در کدام سطح است، در کدام گوشه و کنار سیاره زندگی میکنند با ما در تماس هستند، در فکر این ملت هستند، در فکر این سرزمین هستند و ملت سربلند تاجیک از این گونه جوانان خالی نیست. همون گونه که محمد اقبال لاهوری میگه ای جوانان عجم جان من و جان شما چون چراغ لاله سوزند در خیابان شما. با امید پیروزی، با امید سربلندی، با امید تغییرات ها و پیشرفت ها برنامه امروز کتابخوان رو جمع بس میکنیم. من این صحبت برای خود من پسند آمد. من فکر میکنم که راستی از این صحبت من راحت کردم و فکر میکنم که با بیننده برنامه کتابخوان از این صحبت شما چیزی گرفته باشد. یادآور میشم که در صحبت با ما بودن رضا گیایف. خوب دیگر همین بود که ما در خلاصه صحبت گفتیم و اگر جای هم که اینترنت قطع و وصل شد یا اگر صدا خوب نبود، این تجربه نخستین کتابخوان در بعد 110 برنامه بود. یعنی ما بعد 110 برنامه تلاش کردیم که با دیگر دوستانم از کشورهای دیگر صحبت کنیم. من فکر میکنم این کار رو از رضا گیایف شروع کردیم و این یک انانه خوب میشد که می بعد ما با تاجیکانی که در اقصای عالم زندگی میکنن صحبت ها داشته باشیم. بار دیگر دوباره میشم که صحبت ما با رضا گیایف بود. این برنامه کتابخوان بود. تا برنامه‌های دیگر در حفظ و پناه خدا باشید. خدای باورتان. خدا حافظ. رضای گرامی.